سلام. سازمان عفو بین الملل با نشر یک گزارش گفت حکومت تاجیکستان با شروع حمله بی‌امان وکیلان دفاع در کشور را آزار می‌دهد و حقوق آنها را محدود کرده است. در این گزارش که روز 24 می نشر شد، زندانی کردن چند نفر وکیل دفاع از جمله بزرگمیریاروف، شهرت قدرتوف و چند وکیل دیگر را مثال آوردند. درباره این گزارش و سبب‌های چنین برخورد حکومت با وکیلان دفاع صحبت داریم با دنیس کریواشف، نماینده عفو بین الملل که مسائل آسیای مرکزی را تحقیق می‌کند. دنیس، به برنامه ما خوش آمدید. دنیس، در گزارش شما گفته شده است که حکومت تاجیکستان یک باره به وکیلان دفاع رو آورد و به تعقیب و محدود کردن حقوق آنها شروع کرد. سبب چی است؟ شاید چندان عادلانه نیست که از ما درباره سبب‌های این برخورد پرسید، چون ما فقط وضع را تحلیل می‌کنیم و آماده صحبت درباره سبب‌ها نیستیم. اما سبب‌ها به قدر کافی واضح‌اند. ما در تاجیکستان شاهد سرکوب همه گونه دیگراندیشی، نه تنها سرکوب مخالفین، بلکه سرکوب تمام اندیشه‌هایی هستیم که به اعتقاد حکومت از چارچوب تعیین کرده آن برای مردم بیرون می‌رود. با نظرداشت همین میتوان گفت که وکیلان دفاع در اینجا در جبهه اول ماندند. از زمانی که تعقیب اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌های مخالف شروع شد، آنها با طلبی وظیفه‌شان به حفظ آنها برخاستند، یعنی ادوکات‌ها موقع خود را برای حفظ حقوق شخص زیر حمایه‌شان گفتند، موقعی را که خلاف گفته‌های حکومت بود. برای همین وکیلان در جبهه اول و زیر آتش عملکردهای حکومت قرار گرفتند. متاسفانه ما نه تنها شاهد سرکوب دیگراندیشی هستیم، بلکه شاهد سرکوب آنهایی هستیم که نه برای اصول آزادی بیان بلکه در چهارچوب مسئولیت‌های کسبی خود عمل می‌کنند و این بسیار دردناک و خطرناک است. دنیس، برای چی حکومت تاجیکستان با وکیلان دفاع چنین رفتار می‌کند؟ برای چی آنها را چنین خطرناک می‌شمارد؟ ظاهراً برداشت حکومت چنین است. هر چیزی که بر مخالف عقیده های دولت گفته می شود، حتی حمایت کسبی متهمان به جنایت و سخنرانی وکیلان به منفعت افرادی که به جنایت های سنگین متهم می شوند، خودش یک نوع جنایت است. و اگر هدف مقامات از بین بردن محاکمه عادلانه و یا زمینه ها برای محاکمه عادلانه باشد، پس آن را به دست آورده است. گناه هر نفر و یا گروهی را که به جنایت متهم می شوند، شما می توانید فقط در محاکمه عادلانه ثابت کنید. محاکمه عادلانه آن وقت است که شما وکیل را انتخاب کنید، برابری در محاکمه تامین باشد، متهمان از شکنجه و فشار امین باشند، محاکمه شفاف صورت بگیرد. در تاجیکستان تمام این معیارها را زیر پا کردند. واضح است که اگر دادگاه به حیث یک نهاد عادل و مستقل در واقع از بین رفته باشد، بودن وکیلانی که می‌خواهند اصولهای عدالت را حفظ کنند برای حکومت یک مشکلی به حساب می رود. بار دیگر تاکید می‌کنم که سخن درباره حامیان حقوق نمی رود، سخن درباره آنهایی می رود که با تقاضای وظیفه در محاکمه به منفعت زیرحمایه‌شان سخن میگویند. برای همین سخنرانی بزرگمیریاروف به منفعت میزاجانش افراطگرایی نبود. طور خودش در دادگاه گفت او افراطگرانه بلکه ادوکات است. او چیزی را میگفت که وظیفه کسبیش طلب میکرد. جنایت شمردن این کار از طرف مقامات خودش یک نوع جنایتکارانه است. Рассматривать это как преступление, в свою сторону уже, в свою очередь, теперь уже преступно со стороны самих властей Таджикистана. عاقبت‌های تعقیب وکیلان دفاع برای نظام دادگاهی تاجیکستان و عموماً وضع حقوق انسان در کشور چی گونه می‌تواند باشد؟ Последствия того, что мы наблюдаем, самое печальное. Дело в том, что عاقبت‌های تعقیب وکیلان دفاع غم انگیزند. گپ سر آن است که نه حکومت و نه مقامات نباید به مردم بگویند که شما به این حق دارید و یا به آن حق ندارید. متاسفانه واقعیت این است که حکومت‌ها تصمیم می‌گیرند مردم را از کدام حقشان محروم کنند. نوابسته از تمام عهده‌داری‌های بین المللی، قانون اساسی و کفالت قانون‌ها، حکومت‌ها امکان دارند که مردم را از حقوقش محروم کنند. حالا وضع همین گونه است.
جمعیت بی حقوق برای هر کشور همیشه خطرناک است و متاسفانه ما می‌بینیم در کشور حرکت به این سمت است. استقلال وظیفه وکیل دفاع را باید فوراً برقرار کنند. باید عدالت در تمام قرارهای دادگاهی که در رابطه با وکیلان دفاع قبول شدند برقرار شود. محاکمه ها باید باز و فهما باشند. استقلال وکیلان یکی از رکن‌هایی است که عدالت روی آن می‌ایستد و در نهایت ثبات در جامعه تأمین می‌شود. عاقبت‌های برداشتن این ستون یا زیر فشار گذاشتن آن بسیار رقت‌آور خواهد بود. ما هم در گزارش به همین چیز تاکید کردیم و امیدواریم ما را میشنوند. میخواستم ذکر کنم که ما میخواستیم در این باره با حکومت تاجیکستان مکالمه کنیم. بارها برای این ملاقات مراجعت کردیم. تمام مراجعت های ما به نهادهای گوناگون در دوشنبه و سفارت را نادیده گرفتند. در واخری با مقامات تاجیکستان در نشست حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا خودم به نزد رئیس هیئت تاجیکستان رفتم. کارت خود را دادم و نشانی آنها را پرسیدم. به من نشانی یک پشت الکترونی خصوصی را دادند ولی از آن به سوالهای من هیچ جواب نآمد. مقامات تاجیکستان دانسته درخواست را برای مکالمه نادیده میگیرند که این راه به جای نمیرساند. ما با همین گزارش از آنها میخواهیم وارد مکالمه بشوند، خطاها را اصلاح کنند و به سمت حرکت کنند که رعایت حقوق مردم در تاجیکستان و همین گونه آینده باثبات و منظم کشور را تضمین نماید. در عکس حال راه پیش گرفتهشان بسیار خطرناک است. و همین توصیه های سازمان شما به حکومت تاجیکستان و جامعه بین الملل برای اصلاح وضع چگونه است؟ چی هست؟ Конкретных шагов, которые необходимо принять немедленно. В частности, تدبیرهایی هستند که باید فوراً اندیشیده شوند. از جمله حکم‌های غیر عادلانه باید لغو کرده شوند. از جمله پرونده‌های وکیلان زندانی و پرونده‌هایی که به حمایت از محکوم شدگان صدا بلند کردند و خودشان به جوابگری جنایی کشیده شدند. باید رعایت تمام حقوق و آزادی‌ها در کشور تأمین شود. دعوت ما از جامعه بین الملل است که مراعات حقوق و آزادی‌ها را از تاجیکستان طلب کند. آشکارا باید گفت وضع کشور از نظر آنهایی که می‌توانند به تاجیکستان تاثیر گذارند دور افتاده است. باید به مقامات تاجیکستان بفهمانند که از این سوالها گریخته نمی شود. انسانها را با محاکمه های ناعادلانه به زندان انداختن ممکن نیست. نفسگیر کردن جامعه ادوکات ها ممکن نیست. استقلال وکیلان دفاع را باید به هیچ تأخیر برگردانند. برای این شاید اصلاح قانون ها لازم باشد، ولی باید اصولا تصمیم بگیرند که تامین استقلال ادوکات ها کفالت رعایت حقوق انسان در تاجیکستان است و با تکیه به همان اصول عمل کنند. Изменения достаточно просты. Просто нужно принять принципиальное решение, что независимость адвокатов – это залог соблюдения прав человека в стране. Исходить из этого принципа. دنیس کریواشف، نماینده سازمان عفو بین الملل، با ما شهر لندن و دایر به وضع وکیلان دفاع در تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر برای صحبت. Спасибо огромное за беседу, Денис. Спасибо огромное.